برای نرم افزاری که بشه گوشی رو تبدیل کرد به گوشی کودک و یک دیوایس امن که بدیمش در اختیار بچه‌ها، چند مدل توی بازارهای نرم افزار الکترونیک هست که ما دو تاش رو فکر می‌کنم که بهتر از بقیه است و ما این دو تا رو قرار درباره‌اش صحبت بکنیم. نرم افزار اولمون آی بابا هست که این نرم افزار در اصل همون دیوایس فرد بزرگسال رو میتونه تبدیل بکنه به یک موبایل کودک. این فضای شروع این نرم افزاره. اینجا قسمت تنظیمات کنترل والدین هست و خب من توی شروع کار به این نرم افزار یک پسوردی دادم که کودک اگر بخواد از این فضا خارج بشه باید اون پسورد رو بزنه که در اختیار والدینه، یعنی بدون اجازه والدین نمیتونه از این حالت خارج بشه. حالا واردش میشیم. انواع بازی‌ها و فضاهای آموزشی توی این دیوایس قرار گرفته. گالری تصاویر داره، دوربین ویژه کودک داره که میتونه باهاش عکس برداری بکنه در یک فضای گرافیکی مختص کودک. نرم افزارهای مختلف و متنوع آموزشی داره برای آموزش رنگ، آموزش اعداد، آموزش حیوانات. تقریبا یک خلاصه‌ای از نرم افزارهایی که توی گوش بزرگسالان هست رو اینجا می‌بینیم. حتی مرورگر فضای مجازی هم برای کودک در نظر گرفته، ولی این مرورگر میتونه به واسطه والدین محدود بشه و فقط سایت هایی که والد در فضای کنترلی اجازهش رو صادر کرده اینجا امکان باز کردنش هست که همونطور که میبینید به صورت پیش‌ورز این اپلیکیشن سایت خودش رو اینجا گذاشته که میتونه فرزند استفاده بکنه. یک تلویزیون کودک و نوجوان داره که خب متاسفانه در کشور ما فیلتره و من توصیه میکنم که برای استفاده از این فیلتر شکن رو روشن نکنید، خیلی بهتر. حتی دسترسی به تلفن هم وجود داره. توی فضای والدین من برای این یک پسوردی گذاشتم که فقط خودم میتونم بهش دسترسی داشته باشم. خب بخشای متنوعی داره. شما حتی میتونید اینجا آمار این رو داشته باشین که در طی هفته گذشته چند دقیقه کودکتون با این دیوایس کار کرده و از چه بخشایش بیشتر استفاده کرد. میتونید براش محدودیت زمانی قائل بشین، چه در کل هفته، چه یک روز خاص، حتی ممنوعیت بذارین در یک روزهای خاصی اصلا نتونه ازش استفاده بکنه. برای اون قسمت فیلتر اینترنتش اینجاست که شما میتونید یک فضایی رو بهش اضافه بکنید. حالا هر فضایی که خودتون تشخیص میدین که مناسب کودک هست اون رو اضافه بکنید و کودک در فضای اینترنتش از اون استفاده بکنه. اینجا مدیریت برنامه‌ها هست که علاوه بر این که اون نرم افزارهایی که خود دیوایس داره رو میتونید شما محدود بکنید. مثلا من همون تلویزیون کودک و نوجوان رو گفتم اگر بخواید میتونید که اون رو تیکش رو بردارین و دیگه ازش نمیشه استفاده کرد. علاوه بر اون به شما یک میانبری به تمام اپلیکیشن های داخل گوشی بزرگسال هم میده و میتونید هر برنامه‌ای که خودتون صلاح میدونید رو به این دیوایس کودک اضافه بکنید. من اینجا آپارات فیلیمو رو اضافه میکنم که قسمت قفل کودک رو هم داره هست و قفل کودک خوبی هم داره. وقتی وارد فضای کودک میشیم من اینجا آپارات فیلیمو رو میبینم. میتونم برم در آپارات فیلیمو قفل کودک رو فعال بکنم و بچه اینجا با توجه به رده سنیش ویدیوهای مختص به خودش رو تماشا بکنه. میتونه بچه عکس بگیره و گالری تصاویر ویژه خودش هست. به گالری تصاویر شما دسترسی نداره، به موزیک های سیستم شما دسترسی نداره مگر اینکه شما این اجازه رو بهش بدین. به ویدیوها دسترسی نداره مگر شما بهش این اجازه رو بدین. و یک موبایل امنیه که هم به لحاظ گرافیکی فضای ویژه کودک هست، هم به لحاظ محدودیت هایی که داره ویژه اون رده سنی هست. البته که این موبایل بیشتر ویژه کودکان هست، یعنی احتمالاً برای کودکان 4 تا 10 سال بیشتر کاربرد داشته باشه. برای بزرگتر از اون فکر می‌کنم که باید از راه‌های دیگه‌ای استفاده کنیم. خب دوباره برمیگردیم تو این فضای تنظیماتش. میتونیم حتی وای فای رو خاموش بکنیم، میتونیم زبان رو حالا تغییر بدیم که زبان این اپلیکیشن همون زبان مادر گوشی شما هست. و دیگه این که مدیریت برنامه‌ها رو هم که درباره‌اش صحبت کردیم. این لیست سفید یک جاییه که در اصل نرم افزارها و احتمال دانلود کردن ها رو برای شما بهش اضافه میکنه. یعنی شما میگین که در فروشگاه
گوگل پلی رو امن تلقی میکنید و بچه میتونه ازش مستقیما دانلود داشته باشه که میتونید همه اینها رو هم لغو کنید و هیچ کدومش رو بهش دسترسی نداشته باشه. و قسمت بدون تبلیغاتش همونطور که دیدین روی تمام صفحه تبلیغات میاد، یک هزینه رو پرداخت بکنید که خب این اپلیکیشن خارجیه و احتمالاً یکم سخت باشه که این اتفاق بیفته. این فضا کودک حتی نمیتونه با فشردن دکمه هوم ازش خارج بشه، چون این در ابتدا شما این رو قفل کردین و تنها با پسوردی که در قسمت پرنتال کنترل بهش وارد کردین امکان خروج وجود داره. دقت داشته باشین که این پسورد رو جلوی چشم بچه‌ها استفاده نکنید که کارکرد خودش رو از دست نده.